دوستان عزیز، ما امروز گپ میزنیم درباره انای مدال. چی خیل ما ایره گرفتم، چی خیل نه. باز ما همه را هوی کنم، باز بستیم. کارش کرده. امروز گپ میزنیم درباره انای مدال. چی خیلی که در همینجا کشال بود، میگفتیم درباره همین گپ زا. اینا ما امروز درباره همین مدال گپ میزنیم. راستی گپ این مدال ما همه بگیم که یک همین خیلی هفته پیش ما همه را خریدگی بودم. 6 تومان خریدگی بودم. همه را در همینجا کشورش کردم. 6 تومان. این نه تیلا نه هیچ چیزی، نمیدونم آهن چیزی هست که اگر همین قدر تیلو میداشتم، راست گپم میگم نه، اگر همین قدر تیلو میداشتم حوز خیلی کرانتینه که حوز خیلی کرانتینه در همین خیلی تاجیکستان در راسته کرانتینه. نصف شد در ما حجرو خیر میکردم، نصف دیگه شد در همین خیلی تاجیکستان. این قکش برای خودم چی میکردم؟ این قکش برای نمی این قکش میسود برای خودم بسه. خیلی هینه معلومات درباره دادم. ما در 6 تومان خریدگیم. انا دیگه هیچ معلومات نیست. همین یک دیدم در رفت فروخته بود. گفتم چند تومانه؟ آیا مغازین خریدم؟ کارچه 6 تومان. نه. انا دوستان عزیز، اگر شما لایک موندگی نباشین در همین کانال، در همین ویدیو یک تا لایک مونین، ساوس را ما خیلی خرسند میشیم.